بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت شما هستیم با راه اندازی یک دستگاه اره نواری و طریقه کار با این دستگاه. اولا که اولین آیتم ما این کلید هست که کلا کلید خاموش و روشن مرکزی هستش که ما باید این رو روشن کنیم. اره روشن میشه، همینطور که ببینید چراغ روشن شد. دکمه امرجنسی ها داریم که خاموش میکنه در مواقع حاد اضطراری. این دکمه فک ماست که فک اره باز و بسته میشه. البته در بعضی اره ها یه دکمه مخصوص باز کردن هست و یه دکمه مثلا زیرش مخصوص بستن است که اونها جدا هست. دکمه بالاوری اره پایین آوردن اره که موقعی که ما میخوایم اره رو پایین بیاریم باید فشار روغنمون رو بالا ببریم. ببینید که اره خودکار بیشتر پایین. خب ما تا اینجا فعلا مکفیه برامون و فشارمون رو میبندیم برای کار. خب دکمه کلید دستی و اتومات. هر وقت ما کار دستی خواستیم بکنیم که روی علامت دستی یا منوال میذاریم و اتومات یا خودکار که این کلید رو برمیگردونیم و وقتی که کلید رو برمیگردونیم با این دکمه تعداد رو که من قبلا توضیح هم دادم، یعنی تعداد رو ما مثلا 598 رو میخوایم، الان شد 0. این دکمه ها رو فشار میدیم، ببینید با این دکمه 8 9 میشه یا فلان. بعد دکمه دهگانمونه که بازم با همین بالا و پایین میشه و صدگان که ما همون 500 تا میره تا عدد 100,000 یا 900,000 و بعد از اون دکمه امدی ها میزنیم که 598 های ما رو بده. ما 71 با این بریدیم که با اونم کار و بعد از اون وقتی که روی دستگاه روی اتومات قرار گرفت ما این شاسی رو باید برگردونیم به اندازه جنس بگذاریم. جنس را اول به صورت دستی تنظیم میکنیم که حالا اینجا چون جنس کوچیکه و به صورت دستی تنظیم میکنیم، مثلا حالا این تعداد، این سانته به خصوص، و این قسمت جنس رو میچسبونیم به خود جنس. کامل باید این نقطه، ببینید این نقطه روی اینجا قرار بگیره تا اون صورت دلخواه ما رو بده. خب من اینو ببرم سر جاش، فک رو ببندم. دکمه خاموش روشن استارت ما در اصل وقتی که رو حالت دسته این دکمه استارت ما میشه و دکمه خاموش. کلید آب بسته و باز، من بستگی به نوع جنس داره. خب ما بازم دکمه استارت رو میزنیم. من در مورد این دوتا توضیح بدیم. دور موتور که هرچی ما دور موتور رو بالاتر ببریم با این دور موتور تنظیم میشه، سرعت ما در اصل تنظیم میشه. ما اینجا رو 70 باشه و فشار ما که با پمپ های روغن در ارتباطه و
ببینید هرچه بازتر بشه سرعت پیشروی ما بالاتر میره. ببینید سرعت پیشروی ما بالاتر میره. من آب رو میبندم که راحت تر مشاهده کنید. و وقتی به پایین رسید خود به خود دستگاه میسته. البته در حالت اتومات وقتی تنظیم شده خود دستگاه خودکار میاد بالا و قطعه بعدی رو میاره جلو و دوباره به برش ادامه میده. ببینید ما این دستگاه رو دوباره بالا میبریم، ما این دکمه بالا میبریم، خب در نتیجه دوباره روشنش میکنیم. ببینید هرچی ما این فشار رو بیشتر کنیم این زودتر میاد پایین. ببندیمش هم کمتر. این خلاصه کار با این دستگاه است که بعد از بسته شدنش هم دیگه کاری که نداریم باش باید دکمه امرجنسی یا خاموش رو بزنیم که ما اینجا خاموشش میکنیم و شبها باید این تیغره رو شلش کنیم. یعنی این درجه‌ای که الان روی 50 درجه است بیاد روی مابین، یعنی بین 500 تا 1000 بیاد تا 500 تا کمتر. البته بیشتر به خاطر در فصل‌های زمستون و سرده که تیغره نشکنه یا ترک بر نداره، ولی در تابستون هم باید این کار رو کنیم که تیغره کج نشه. نکته بعدی این پمپ هاست. ببینید ما وقتی صفر میکنیم و وقتی شل میکنیم میاد پایین. و بستگی به خود اره داره اینا که روی چند تنظیم شده. نکته دیگه تعویض تیغره است. تیغره رو که باید در بیاریم ما بین این دو تا فلکه ها و این قسمت ها قرار بدیم و بعد با این دسته سفتش کنیم. حالا چون این تیغره الان آماده به کاره ما این کار رو انجام نمیدیم چون اون بحثش جداست، اون چیز دیگه بحثش جداست. و عرضم به خدمت شما نوع کار اره های تک ستون و دو ستون هیچ فرقی با هم نداره، فقط دو ستون ها به صورت عمود میاد پایین و تک ستون ها به صورت افقی به عمود یا پرگاری انجام میشه. و گاهن میبینید اره یه وقت کار نمیکنه. ما اینجا یه میکرو سویچ داریم که به اجازه بفرمایید که این میکرو سویچ به این نقطه وصل. میکرو سویچ به اینجا وصله. این جنس باید به اینجا برخورد کنه تا اره شروع کنه به کار کردن که ما میبندیم. این جنس چسبید به اینجا به این نازل میکرو سویچ و اره به راحتی کار میکنه. شبها بعد از خاموش کردن اره دو ستون حتما اره رو تا جایی بیارید پایین، یک پیچ زیر ستوناشون هست، یا اون پیچ ها ببندید یا نه یک تکه چوب یا چیز زیر فک ها قرار بدید که اره در حالت استندبای قرار بگیره. اره رو زیاد بالا قرار ندید و صبح ها هم که میخوان باش کار کنن 2 بار بالا پایینش کنن که روغن در این اره به اصطلاح در خود اره جریان پیدا کنه و حباب گیری بشه، هوا گیری بشه. چیز خاص دیگه ای نداره که توضیح به شما بدم. روز خوبی داشته باشید.